در همسایه کشور ازبکستان جام بین المللی مدیا لیگ 2025 برگزار گردید. در این مسابقه 8 منتخب تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، امارات متحده عرب، روسیه، ترکیه، قزاقستان و کت دیوار در دو گروه میان هم مبارزه بردند. جای تاکید است که منتخب مدیا لیگ تاجیکستان تحت سرپرستی رهبریت فدراسیون جودوی مملکت به این مسابقه سفر برگردید. تیم ما عبارت از فوتبالبازان با مهارت در این مسابقه درخشش خوب نشان داده در رقابت‌های مرحله گروهی ازبکستان را 2-1 و پاکستان را 14-1 ناکام نمود و تنها از امارات با نتیجه مینیمالی 1-0 شکست خورد. بعد انجام رقابت‌های مرحله گروهی منتخب مدیا لیگ تاجیکستان از زینه دوم گروه A به دور پلی آف برآمد. در رقابت مرحله نیم نهایی فوتبالبازان مدیا لیگ تاجیکستان با یک از تیم‌های پرقوت قزاقستان رقابت نموده توسط سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 6-5 غالب شده به فینال برآمدند. حریف بازیگران ما در دیدار نهایی قهرمان 4 کرته جهان و همچنین برنده 2 کرته نشانهای طلایی جام اروپا دسته مدیا لیگ روسیه به حساب رفت. این واخوری خیلی سخت و سنگین پشت سر گردیده با غلبه مینیمالی منتخب روسیه ختم شد. قابل قید است که مدیا لیگ در تاجیکستان دوام چند سال اخیر است که فعالیت داشته. دسته ما نوابسته از نتیجه رقابت نهایی در اولین اشتراک خود در این گونه مسابقه به نتیجه ارزنده شرفیاب گردید و در این برابر تجربه خوب نیز کسب نمود. به هیئت بازیگران دسته مدیا لیگ تاجیکستان در پایان مسابقه مدال‌های نقره تقدیم گردید. به مدیا لیگچیان قزاقستان باشد نشان‌های برنجی سپرده شد. بازیگران دسته روسیه باشد مدال‌های طلا را به گردن آویخته جام را بالای سر برداشتند. دستاوردی کسب نموده تیم مدیا لیگ تاجیکستان بدون قدردانی نماند. هیئت بازیگران بعد کسب نشانهای نقره جام بین المللی مدیا لیگ 2025 به وطن برگشتند. در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند هنگام تنفس بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته‌های رگرتدز و اسخات مراسم قدرشناسی صورت گرفت. نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحفه‌های خاطره‌ای، پیراهن و جایزه پولی‌های تشکیل نموده شرکت ریبیکس را در فضای تنتنوی به هیئت بازیگران تقدیم نمودند. انتظار می رود که بعد به دست آوردن چنین نتیجه دسته ما به دیگر مسابقه های بین المللی نیز دعوت شده شرف ورزش تاجیکستان را حمایت خواهد کرد.